پهلوان خوشنام توجک سومو محمدبیکوف روز 21 مای سال 2024 در چمپیونات جهان اوید به گشتین جودو در شهر ابوظبی امارات متحده عرب بعد 17 سال دستاورد پهلوان شورتیا رسول بوقیف را تکرار کرد و صاحب مدال برنجی شد. سومو محمدبیکوف که در وزن 81 کیلو هنرنمایی میکرد در این مسابقه 4 حریف خود را توانست از رو بردارد. او در اول چمپیونات جهان رقیبش دانیل زوبکو از فرانسه، بعدا فرانک دیفیت از نیدرلند را مغلوب کرده. در دوره هشتکنیوی مسابقه عبدالرحمن عبدالغنی مصری را شکست داد. در دوره یک چهارفینال سومو محمدبیکوف با قهرمان فعلی جودوی جهان تاتو گرگشویلی از گرجستان وارد میدان گردیده به اشتباه اندک ارائه داد و پهلوان گرجی به دوره بعدی مسابقه را یافت. در قسمت تسلط بخش سومو محمدبیکوف با دو وزیر دیوید کارپاتیان از روسیه را که همچون ورزشگر بی‌طرف هنرنمایی میکرد احسر را برداشت و در رقابت برای نشان برنجی و مقام سیوم چمپیونات جهان پهلوان دیگر گرجی دیمیتری گاجلیزی را مغلوب کرد. در تاریخ ورزش تاجیک این دومین مدال برنجی پهلوان‌های تاجیکستان در چمپیونات جهان اوید به گشتین جودو است. اولین مدال را رسول بوقیف در چمپیونات جهان اوید به جودو همون سال 2007 در برزیل به دست آورده بود. سومو محمدبیکوف و عمک بچه‌اش محمدبیکوف هر دو در شهر ایرکوتسک روسیه در یک تالار تحت سرپرستی عمکویشان ارگش و فوته محمدبیکوف را مشق میکردند. اما در حالی که محمدبیکوف در مسابقه های بین المللی تحت پرچم روسیه هنرنمایی میکرد و حالا به دلیل تحت تحریمات بین المللی قرار گرفتن روسیه همچون ورزشگر بی‌طرف میدانداری میکند، سومو محمدبیکوف در مسابقه های بین المللی از اول تحت پرچم تاجیکستان به میدان برآمد.